خب 86,400 تومان هر روز. میشینی فکر میکنی حالا یه ماهش علافی، 2 ماه عیاشی، 3 ماه بیخیالی، 4 ماه ولگردی، 1 سال، بگو 2 سال، بعد آدم میشینه فکر میکنه من با این 86,400 تومان در روز بابا بالاخره یه کاری میتونم بکنم تا آخر عمر. یه سالونی هم اگر بخوام بسازم، امروز پیر رو میزنم، فردا نمیدونم دیوارها رو نمیدونم میچینم، روز بعد آجرها رو میخرم، بعد سیمان میگیرم، وسایلش رو میگیرم، بالاخره میشینم ذره ذره اینو جمعش میکنم تا این سوله رو بسازم. خداوند عالم اول صبح که از خواب بیدار میشی، خداوند عالم همون فرده مبلغ 86,400 ثانیه رو میریزه تو قلک وجودت. یه شبانه روز چند ثانیه است؟ 86,400 ثانیه. یه شبانه روز خداوند اینو میریزه تو قلکت، میگه برو ببینم چه کار میکنی، برو. ما با این 86,400 ثانیه چه کار میکنیم؟ چقدرش رو صرف اراجیف میکنیم، صرف لطائف میکنیم، صرف چی میدونم هجویات میکنیم. چقدر زیباست این جمله امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، این بزرگ روانشناس عالم. امام علی میگه که همواره مواظب 3 چیز باش: در تنهایی مواظب افکارت، در خانواده مواظب رفتارت و در جامعه مواظب گفتارت باش. چون تو در هر واحد از زمان یا در معرض و معبر خودتی، یا در معرض و معبر خانواده ای، یا در معبر جامعه ای. کجا میخوای بری؟ تو از این 3 تا که خلاص نمیتونی بشی. یا خلوت خودته که این بسیار خطرناکتره، ای که میگه در تنهایی مواظب افکارت باش. عمده بیماری های روانی محصول اختلالات در تنهاییه. فشارها. چقدر زیباست این جمله امام علی ابن ابی طالب علیه السلام که میفرماید مهم نیست که تو چقدر زنده ای، مهم این است که تو چقدر زندگی میکنی. مهم نیست که تو چقدر داری، مهم این است که تو چقدر میبخشی. مهم نیست که تو چقدر درد میکشی، مهم این است که تو چقدر صبر میکنی. مهم نیست که برای تو چه اتفاقی میافتد، مهم این است که تو چه تصمیمی میگیری. اینا مهمه. اگر حواسمون به زمان باشه، حواسمون به همه خودمون در برابر خدای خودمون هست. زندگی هدیه خداوند به تو است، اما شیوه زندگی تو هدیه تو به خداونده. باید بدونیم در ازای آنچه که هدیه گرفتیم چه چیزی رو قرار هدیه بدیم.
زمان رو از دست ندید بچه ها. به حول و قوه الهی اینو شما باید بری تو جوامع دیگه. من تو 11-12 کشور آسیایی اروپایی بودم و میدونم اساتید ما چه جواهراتی هستن. به جرأت میتونم بگم که هنوز شناخته شده نیستن. من میدونم حداقل تو بعضی از این کشورهای همجوار شما برید، ما گاهی اوقات برای راه اندازی دانشگاه کابل میریم، میفهمم چون از کشورهای دیگه علیرغم اینکه در کشورهای مختلفی بودم اونجا میفهمیم از کشورهای دیگه اساتید میاد، نقد قیمت استاد خودمونه میفهمم که فضای پختگی، فضای بروز بودن اینها چقدر متفاوته با بقیه. و این برای من به عنوان یک ایرانی افتخاره، واقعا یه افتخار. اما از شما بچه ها میخوام که اینو بگیرید. اساتید معمولا از سن 37-38 به دلیل اینکه تو چرخی زندگی روزانه میرن یه مقداری مثل این یه اسفنجای خارجی من دیدم بعد از مدتی آب نمیخوره خشک میشه، آب و داخل خودش نگه میداره. اینو اگر یه مقداری رطوبت بشندی او آب داخل رو نمیتونی ازش بکشی بیرون. استادهای ما اگر زیاد اطرافشون تاب نخورید و حضور پیدا نکنید، فضای زندگی، مشکلات اقتصادی، فشارها به گونه است که به اون شکلی فرصت رو پیدا نمی کنن که تمام اون داشته ها رو بتونن خیلی باز در اختیار بچه ها بذارن. خود این بچه هان که باید بخوان و بکشن بیرون. خودتون باید بخواید. عمر ما آدم ها مگه چقدر؟ پایه عمر امروز نقطه عطفش زندگی شماست، زندگی دانشجوی شماست. اساتید میدونید که بچه ها اساتید 6 گروه هن. همینطور که درس ها از جنس خاصی برخوردارن. ما یک نظریه‌ای داریم به نام 3D یا 3 dimension یا نظریه 3 بعدی. ببینید بسته به نوع درس استادا فرق میکنن. بعضی از اساتید صرفاً وظیفه مدارن. بعضی از اساتید صرفاً رابطه مدارن. بعضی از اساتید وظیفه مدار قوی هستند و رابطه مدار ضعیف. بعضی از اساتید وظیفه مدار ضعیف هستند و رابطه مدار قوی. بعضی از اساتید هم رابطه مدار قوی هم وظیفه مدار قوی و بعضی از اساتید هم رابطه مدار ضعیفی هستن هم وظیفه مدار ضعیف. 6 تیپ استاد داریم. درس ها همینطور تقسیم میشه. بعضی از درس ها جنسشون رابطه مداره. مثلا دروس ادبیات، جنس دروس ادبیات خودش چیه؟ رابطه مداره. جنس دروس ادبیات رابطه مداره. ایجاب میکنه که استادش چی باشه؟ وظیفه مدار باشه. ایجاب میکنه استاد درس ادبیات صرفاً وظیفه مدار باشه، چون جنس خود درس رابطه مداره. اما جنس یک درس صرفاً وظیفه مداره. من شما میتونی به دیفرانسیل یا نمیدونم انتگرال، فیزیک هالیدی، ریاضیات لایت هول، امثال اینا، مگه میتونی با اینا شوخی بکنی؟ این ایجاب میکنه که خود استادش یه مقداری چی باشه؟ رابطه مدار باشه، چون جنس خود درس وظیفه مدار صرفه. اینا فرق میکنن. لذا
حالشون، ارتباطشون، نوع تعاملی که با دانشجو دارن به یه شکلی از یه سیالیت خاصی باید برخوردار باشه. چه نوع دانشجویی، چه نوع درسی، کجا؟ آیا این دانشجو کامپیوتره؟ آیا این دانشجو ژنتیکه؟ آیا این دانشجو نمیدونم زبانه؟ اینا با هم دیگه فرق میکنه. به همین خاطر استاد تنظیم میکنه رابطه خودشو در برابر اون درس با دانشجوی خودش. در هر صورت میخوام اینو عرض بکنم، کار استادای ما یک مسئله است برای شما. این مسئله رو خیلی دقت کنید.